در زمین هم ستاره های درخشانی هست که تماشایی برای اهل آسمان. نورانی ترین ستاره ها در روی زمین که برای اهل آسمان تماشایی و دیدنی مساجده. هر کدومش مثل ستاره روی زمین می درخشد و اهل سما نگاه میکنن. انسانهای نورانی هستند که در خانه وضو گرفتند و دعای بعد از وضو، دعای بعد از اذان، دعای بعد از وضو و قدمهایی که به طرف مسجد برمیدارن همینجور اللهم اجعل قلبی نورا و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و عن یمین نورا و عن شمالی نورا و من امامی نورا و من خلفی نورا و من فوقی نورا و من تحتی نورا اللهم اجعل فی مخی نورا و فی عظمی نورا و فی عصبی نورا. این دعای رفتن به نمازه، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده الصلاة نور، نماز نوره. این دعای رفتن به مسجده. وقتی تو خونه وضو گرفتید، قطرات آب وضو از سر و صورت و دست و پات به زمین چکید و با دستمال خوش نکردید و آخرین چرک های گناهی که با صورت، با دست، با انگشتان، با پا انجام دادید، با آخرین قطره آب وضو از بدن چکید، نورانی شدید. بعد دعای وضو هم میخونید اللهم اجعلنی من التوابین و اجعلنی من المتطهرین. چه ربطی داره دعای وضو به توبه؟ وضو یک نوع تمیزیه، ولی اول میگی خدایا منو از جمله توابین قرار بده، بعد میگه از جمله پاکیزگان متطهرین. چون شما به طرف عبادت خدا داره میرید، به طرف نماز میرید. اگه دلت پر چرک باشه، دلت سالم نباشه، دلت پاک نباشه، دلت چرکین باشه، خب این آب وضو تو نمیتونه تو باید با دل خالص و پاک و طاهر جلو الله بیستی. چه جالبه دعای بعد از وضو ربط بین طهارت دل و طهارت اعضا. اللهم اجعلنی من التوابین. ناکن داره تو رو متوجه میکنه که تنها با آب سر و صورت و شستن و دست و پا رو شستن آدم طاهر نمیشه، باید دل بشورید و اون ماده شوینده و پاک کننده دل تبت الیک یا ربی، به درگاه تو توبه کردم ای خدا. بعد از اینکه دعای وضو رو خوندید، هر قدمی که بلند میکنید به طرف خانه خدا، بسم الله اللهم اجعل فی قلبی نورا، از دل شروع میکنید. این دعای رفتن به طرف نمازه، به طرف مسجده. و فی سمعی نورا و فی بصری نورا و عن یمینی نورا و عن شمالی نورا و من امامی نورا من فوقی من خلفی من فوقی من تحتی و احطنی بالنور، مرا از هر طرف با نور خودت احاطه بکن. با این وضعیت اگه انسان به مسجد بره، وقتی رسید به در مسجد هم بسم الله، با بسم الله اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمت تو باز بکن. اگر رحمت در خانه اش نباره پس کجا میبارد؟ باید از خدا بطلبید. همینجور که در خانه خودش رو باز کرد، باید تو خانه خودش ازش بخوای که در رحمتش هم باز بکنه. اللهم افتح لی ابواب رحمتک، خدایا درهای رحمتت را بر من بگشای. آیا خواهان رحمت خدا هستیم یا نیستیم؟ همطوری سرمو انداختیم پایین داریم میایم بدون نیت. طمأنینه لازمه. بعضی از عزیزان از در مسجد که وارد شدن دید امام داره به رکوع میره، از همونجا نیت کرده و همونجا تکبیر گفته، وقتی آمد با امام رفته رکوع سجود. نه، باید با طمأنینه یا زودتر حرکت کن یا آرام بیا، هرچی رسیدی باقی هم چه مسبوق شدی کامل بکن. حق دویدن ندارید، چون نماز طمأنینه و آرامشه. باید نور تولید بکنه. تو که نمیخوای به اون آخرین لحظه رکوع برسی، یک رکعت رسیدم، یعنی یه رکعت خواندن اضافی یا یه رکعت خواندن اگه به رکوع نرسیدی کمر آدم خورد میکنه. الان که دارید تمرین میکنید 20 رکعت دارید تمرین میکنید، با یک جز 2 ساعت طول میکشه.
احساس خستگی داره میکنید، روز به روز داره سبکتر میشید. این تمرین رو بدن انسان خداوند ترکیبش طوریه که به هر چیز خودش عادت بده به همون طور تربیت میشه. آدم تعجب میکنه درباره صحابه میشنوه که چطوری آماده شهادت بودن، یعنی بدنشون رو طوری تمرین داده بودن که ظرفیت شهادت داشته باشه. یعنی اونقدر خداوند در بدن انسان و از درون انسان ظرفیت سازی کرده که این ظرفیت ها رو و این استعدادها رو باید پرورش داد. استعداد شهید شدن در راه خدا، استعداد عالم شدن، استعداد 1 ماه گرسنگی به خاطر خدا، به خاطر خدا. هر استعداد انسان داره.